انقدر تمرکزت اومده پایین که حتی نمیتونی این ویدیو رو تا آخرش ببینی، چون مغزتو عادت دادی به اسکرول کردن و ریلزای زیر 10 ثانیه. عادت کرده بیشتر از یه پاراگراف نتونه بخونه، چه برسه یه کتاب کامل. اگه اینا مشکلای تو هم هست، بیا بهت بگم چیکار کنی. اول از همه گوشیتو خاموش میکنی و میندازی دور، جایی که جلوی چشمت نباشه. بعدش مغزتو از شر حواس پرتیات دور کن و محیطتو مینیمال کن. نویز سفید یا آهنگ بدون کلام گوش بده و از تکنیک پومودورو استفاده کن. 25 دقیقه تمرکز و 5 دقیقه استراحت میکنی و 4 ست این رو تکرار میکنی و بعدش یک استراحت طولانی. غذاهای تقویت کننده مغز بخور، مثل بادوم، گردو، ماهی. از همه مهمتر آب فراموش نشه، چون باعث افزایش عملکرد مغزت میشه. یاد بگیر توی یه زمان خاص فقط یه کار رو انجام بدی و از مولتی تاسکینگ یا چند وظیفگی دوری کنی، چون مغز ما نمیتونه همزمان چند تا کار رو با هم انجام بده. و در آخر این دوپامینای سریع رو از مغزت بگیر و دیگه به ریلزهای کوتاه و جملات کوتاه عادتش نده.